خیلی وقتا توی قراردادها مخصوصا قراردادهای ملکی میبینیم یه بندی هست به اسم وجه التزام. وجه التزام یعنی چی؟ طبق ماده 230 قانون مدنی اگر توی قرارداد از قبل توافق کنیم که اگه تعهد انجام نشه یا دیر انجام بشه چه مبلغی به عنوان خسارت پرداخت بشه، اسمش میشه وجه التزام. حالا وجه التزام دو نوع داره. نوع اول وجه التزام تأخیر در انجام تعهده، یعنی اصل تعهد پابرجاست و فقط انجامش به تأخیر افتاده. مثلا مستاجر ملک رو به موقع تخلیه نمیکنه یا مؤجر پول پیش رو دیر پس میده. اینجا چی میشه؟ اگه در قرارداد وجه التزام نوشته شده باشه، هم میتونی طرف رو مجبور کنی تعهدش رو انجام بده و هم خسارت تأخیر روزانه رو ازش بگیری. البته اگه در قرارداد شرط کنیم، یعنی این دوتا با هم قابل جمعه. نوع دوم وجه التزام عدم انجام تعهده. اینجا دیگه طرف کلا به تعهداتش عمل نکرده. مثلا توی قرارداد نوشتیم اگه تعهد انجام نشه 2 میلیارد تومان به عنوان وجه التزام باید پرداخت بشه. تو این حالت طبق رویه قضایی و آراء وحدت رویه یا اصل تعهد رو میتونی بخوای یا وجه التزام رو، هر دو با هم دیگه امکان پذیر نیست. اگه تو قراردادهای ملکی وجه التزام رو اشتباه بنویسی ممکنه کل حقت از بین بره و دقیقاً به همین دلیله که نوشتن درست بند وجه التزام تو قراردادهای ملکی یکی از حساس‌ترین و مهمترین بخش‌های قرارداد به حساب میاد. اگر سوالی داشتی میتونی تو کامنت ها از بنده بپرسی.